با درک علامت‌های تغییر فضا در ازبکستان، صاحبکار محلی حکمت عبدالرحمنوف می‌خواهد یک بنای 10 آشیانه بنیاد کند و در آن فعالیت شرکت مشورتی تجارت خارجی را برهماند. در دوره حکمرانی پرزیدنت اسلام کریموف، ازبکستان در روی خط کشورهای قرار داشت که در انزوا بودند. کریموف که زمام قدرت ازبکستان را از زمان شوروی در دست داشت، صحنه سیاسی و اقتصادی کشور را به شدت نظارت می‌کرد. او نه به روسیه باور داشت نه به غرب. ذخیره‌های بزرگ مواد سوخت، پخته، غذا، ماشین و مواد کیمیاوی این کشور آسیای مرکزی تاجران زیاد را حالا به ازبکستان تشویق می‌کند. ولی همزمان نگرانی سیاسی نیز کم نیست، زیرا زادگان ازبکستان در حمله‌های تروریستی نیویورک، استکهلم، استانبول و سنت پترزبورگ که حیات 10 نفر را از بین بردند، نقشی کلیدی داشتند. президенти فعلی ازبکستان شوکت میرزیۆیев که 1 سال پیش سر قدرت آمد، مبارزه با افراطگرایی اسلامی را ادامه داده، همزمان با احتیاط اصلاحات اقتصادی را نیز مطرح کرده است. ماه اوگوست ازبکستان اعلان کرد که تا سال 2019 ویزای خروج برای شهروندان کشورش را لغو می‌کند و ازبک‌ها مخصوصاً مهاجران کاری بدون محدودیت امکان سفر و کار در خارج را به دست می‌آورند. مهاجرت کاری به روسیه برای بسیار عائله‌های ازبکستان منبع اساسی درآمد است. ماه سپتامبر بعد بایکوت طولانی شرکت‌های جهانی که بنابر استفاده نیروی کودکان در پخته‌زار از خریداری پخته ازبکستان دست کشیده بودند، تاشکند پخته‌چینی دانشجویان، معلمان و طبیبان را ممنوع کرد. عبدالرحمنوف میگوید اصلاحات پول که قرب واقعی سوم ازبکستان را ثابت می‌کند و نفوذ بازار سیاه را کاهش می‌دهد، برای پیشبرد تجارت کمک خواهد کرد. در گذشته ما نصف وقت خود را برای دریافت همکار و نصف دیگر را برای دریافت پول پرداختی مصرف می‌کردیم. حاضر بخش مالیات می‌تواند با قسمت مالی مشغول باشد و خرید و فروش اسعار خارجی را تکمیل نماید. ما باشیم با استراتژی کارمان و جستجوی همکاران احتمالی مشغول باشیم، نه کافت و کاوی پول خارجی. قبلا تبادل سوم ازبکستان محدودیت بسیار داشت و قرب سوم در بانک‌های دولتی و بازار سیاه قریب 400% فرق می‌کرد. امروز هم شهروندان عادی نمی‌توانند پول خارجی را به آسانی پیدا کنند و از این رو تا هنوز نفوذ بازار سیاه احساس می‌شود. در هر صورت نیت‌های نیک ازبکستان از نظر سازمان‌های بین‌المللی مالی دور نمانده است. امسال بانک جهانی بهبود فضای تجارتی ازبکستان را در میان 10 کشور صف اول گذاشته و ازبکستان را در بین 190 مملکت روی عالم در مقام 74 جای داد.